سلام بچه‌ها، خوش اومدین به چنل کوزیتک. من مهدی ام و توی این آموزش قراره که بهتون یاد بدم چجوری به واسطه پایتون بیت کوین ماین کنیم و قراره که کلا با سیستم ماین کردن بیت کوین آشنا بشیم و بدونیم که اکوسیستمش دقیقاً چجوریه و اصلا به چه صورته. خب قبل از اینکه بخوایم شروع کنیم لطفاً همونطور که چنل ما رو دارین می‌بینین روی این دکمه کلیک کنین و این کلیک کردن روی این دکمه چی میشه؟ باعث میشه که شما چنل ما رو سابسکرایب کنید و این یه جورایی میشه حمایت کردن از ما. پس ممنون میشم که سابسکرایب کنید. خلاصه بدون معطلی بریم انجامش بدیم، ببینیم اصلا چجوری میتونیم با پایتون ماین کنیم بیت کوین رو. برای شروع اول از همه خب یه سری آشناییت هایی داشته باشیم که اصلا بیت کوین چیه اگه نمیدونید و اصلا سیستمش چجوریه و چون قرار ما این کار انجام بدیم باید بدونیم. من توی نت سرچ میکنم و می‌نویسم مثلا بیت کوین بلاکی همچین چیزایی، این قسمت عکس‌ها و اینو بازش میکنم. خب همین عکس خوبه چون عکسای دیگه واقعا دیتیل زیادی داشتن، احساس کردم شاید واسهتون یکم سخت باشه. 3 تا بلاک رو در نظر بگیرین، مثلا یه دونه اینجا و یه دونه اینجا و یه دونه دیگه هم اونور. این 3 تا بلاک به واسطه بلاک قبلیشون به هم دیگه وصل شدن، یعنی یه ارتباطی دارن و کل بلاک چین همینه، یعنی یه سری بلاکن که به هم دیگه ارتباط دارن به واسطه قبلیشون. و شاید واسهتون سوال باشه که خب اولین بلاک چجوری به وجود اومد؟ اینکه هیچ بلاکی نداره پشت سرش، چجوریه؟ خب اولین بلاک دیگه قطعا. خب اولین بلاک هم پشت سرش چی نداره و اون کسی که اون بلاک اولی رو تولید کرده میگن که شخصی بوده به نام ساتوشی ناکاموتو که احتمالاً خیلی معروفه، شنیدینش؟ میگن خالق بیت کوینه و هنوزم این شخص نامشخص هویتش. پس اولین بلاک رو شخصی که بیت کوین وجود آورده خودش هم به وجود آورده. حالا داخل هر بلاک ما یه سری متغیرها داریم، یعنی یه سری چیزها داریم که به واسطه اونها باعث میشه یه بلاک جدید به وجود بیاد. حالا بیت کوین اومده گفته که اوکی بلاک منو داری تو، توی بلاک چی است و چجوری میتونی یه بلاک جدید ایجاد کنی. همونطور که بهتون گفتم هر بلاک جدید به واسطه هشی که بلاک قبلی داره، یعنی توی یه بلاک هش وجود داره. خب حالا بلاک جدید زمانی به وجود میاد که من محاسبات این بلاک رو انجام دادم به عنوان یه ماینر و یه هش دارم، یعنی یه هش نهایی رو دارم که به واسطه SHA-256 محاسبه شده و تولید شده. حالا این هش که در نهایت من دارم میتونه استفاده بشه واسه یه بلاک جدید. یه بلاک جدید به وجود میاد به واسطه هش و یه سری چیزهای دیگه که داخلش داره میاد محاسبات رو انجام میده و یه هش جدید دوره به وجود میاره و دوباره اون هش جدیدی که به وجود اومد باهاش یه بلاک جدید ایجاد میشه که اون بلاک جدید آدرس اون هش قبلیه رو داره که باز دوباره به واسطه اون هش قبلی که داره یه سری محتویات داخل اون بلاک وجود داره که بهتون میگم چیه. میاد دوباره یه سری محاسبات با الگوریتم SHA-256 انجام داده میشه که برای هش کردن یه هش جدید به وجود میاد و دوباره باز این چرخه تکرار میشه. خب حالا داخل هر بلاک چه چیزایی وجود داره؟ یک اینکه هش بلاک قبلی وجود داره، همونطور که توی این عکس مشخصه previous هش، و یه نانس وجود داره و یه سری همون ترانزکشنز که همون پرداخت ها و اینا هاست داخلش، اطلاعات مربوط به پرداخت و دریافت و اینا. خب یه سری تراکنش ها داخلشه و همون هشی که گفتم. پس یه 4-5 تا دیتا داخل خودشه که با استفاده از اینها میاد یه هش جدید ایجاد میکنه. خیلی جالب میشه و توی ادامه بهتون بیشتر توضیح میدم. اولین بلاکی که به وجود اومده سال 2009 بوده و خب این هشی که بیت کوین نیاز داره اولش 0 باید باشه. حالا احتمالاً بگین اصلا هش چیه؟ من اینجا میسم SHA-256. این یه الگوریتمیه که چجوری بهتون بگم باهاش هش میسازه. خب یعنی همچین چیزی داره، یعنی یه چیزی رو میگیره اون الگوریتم روش انجام داده میشه SHA-256 و به من این مقدار برمیگردونه. حالا بستگی به ورودی داره. تمامش اینه و اصلا سختش نکنین واسه خودتون. مثلا اگه بخوایم خوشگلش کنیم اینجوریه، یه چیزی رو میگیره یه سری کارا انجام میده با توجه به الگوریتمی که هست. ما واقعا نمیدونیم توی اون الگوریتم داره چه اتفاقی میفته. اون دیتا رو میگیره خودش کاراشو انجام میده، یه خروجی به ما میده که هشیه که به واسطه SHA-256 به وجود اومده، چیزی که سیستم بلاک چین بیت کوین باش سر و کار داره. این از هش و بیت کوین.
بریم سراغ بخش برنامه نویسیش، بخش جذابش. پایچارم رو من باز میکنم، یه پایچارم جدید باز میکنم، پروژه جدید رو میزنم و می‌نویسم بیتکوین ماینر. چی نوشتم؟ بیتکوین ماینر و کریت رو میزنم. خب این داره شروع میکنه به ساختن محیط مجازی و اینطور چیزها و یه آموزش این بالا میاد که در مورد ویرچوال انوایرمنت یا همون محیط مجازی توضیح دادم. میتونید ببین داخل این ویدیو یه بخشی از آموزشش اومدم EMV یا همون ویرچوال انوایرمنت رو توضیح دادم، میتونید ببینید اگه نمیدونید محیط مجازی چیه. خب یکم صبر میکنیم تا کارش انجام بده تا بتونیم بریم سراغ برنامه نویسیش. بالاخره باز شد. خب اینو اجرا کنیم، همه چی اوکیه. این کد دیفالت پایتون اصلا ربطی بهش نداره، من اینو پاکش میکنم. خب برای شروع من گفتم دیگه اول دوباره بهتون بگم تا کاملا متوجه بشین. داخل یه بلاک میگیم مثلا اینجا یه بلاکه، داخلش چیا داره؟ خب اول از همه میگیم که یه دونه هش داره، یعنی previous هش داره که برمیگرده به بلاک قبلیش. مورد دوم ترانزکشنز داره، یعنی تعداد تراکنش‌هایی که داشته داخل خودش قرار داده. یه سری دیتا داره و چهارمی نانس هستش که دوباره در نهایت قراره پنجمین چیزی که نیاز داره تولید بشه نیو هش، یعنی هشی که قراره خود همین بلاکی که داخلش هستین باشه. پس این شد از چیزی که یه بلاک داره. خب من باید یه سری چیزا رو ایمپورت کنم و یه دونه چیز رو باید ایمپورت کنم و اون هش لیبه دقیقاً به همون چیزی که نیاز داریم. توی ماژول هش لیب ما میتونیم از الگوریتم شادی 256 که برمیگرده به سیستم ماینینگ بیت کوین ازش استفاده کنیم. یه سری فاکتورهای دیگه هم وجود داره توی بیت کوین که بهش میگن دیفیکالتی، یعنی سختی شبکه. توی اون شبکه خب سختی ممکنه به وجود بیاد و حل کردن اون محاسبات اون بلاک زمان ببره که باعث بشه یکم دیرتر ما بتونیم اون بلاک رو حل کنیم تا بتونیم جایزه‌ای که بیت کوین هست رو بگیریم. نه یادم رفت بهتون بگم زمانی که یه بلاک حل میشه اون ماینری که بتونه اون هش رو به دست بیاره بهش بیت کوین میده. یعنی من اگه ماینر داشته باشم و شروع کنه به حل محاسبات و بتونه اون بلاک رو حل کنه کلشو و یه هش جدیدشو به وجود بیاره، به خاطر اینکه من اون کارو انجام دادم اون شبکه بلاک چین بیت کوین میاد به من جایزه میده و اون جایزش بیت کوینه که سال 2009 اولین بلاکی که به وجود اومده 50 تا بیت کوین بوده ولی الان 6.5 بیت کوین تقریبا بهت داده میشه. حالا بستگی داره که شانست این باشه که بتونی اون بلاک رو حل کنی و الگوریتمش رو به دست بیاری و بتونی 6.5 بیت کوین بگیری. و اگه بخواید حساب کنین الان بیت کوین قیمتش بهتون میگم همین الان چنده، 48400. اگه بخوایم حساب کنیم بگیم 6.5 بیت کوین بخواد به من بده چون تونستم هش رو به دست بیارم، هش اون چیزی که شبکه بیت کوین نیاز داره، ضرب کنم با 48000 اصلا بگیم آماده این میشه $312,000. خب که الان قیمت دلار در حال حاضر نمیدونم شما کی این ویدیو رو میبینیم، تقریبا 27 تومانه بگیم، میشه یه چیزی نزدیک به 8 میلیارد و 424 میلیون تومان. ولی اونجوری هم که فکر میکنین آسون نیستش، خیلی سخته که بتونی یه بلاک رو هشش رو به دست بیاری و انجام بدی. خب این از این، امیدوارم حالتون خوب باشه بعد این رقم. خب بریم ادامهش. پس گفتم یه چیزی داره به نام مثلا دیفیکالتی میذاریم برای راحتی، میگیم مثلا سختی شبکه 1 با ارقام میتونیم اینو تغییرش بدیم. سختی شبکه رو 1 میشه آسون ترین سختی شبکه و میشه انجام شد. حتی من اینو اشتباه نشم دیفیکالتی است، الان این درست شد. آره خب یه چیز دیگه هم که نیاز داریم اینه که خب البته بذارید من کلیتش رو بهتون بگم اینکه چجوری هش کار میکنه. مثلا من یه ورودی دارم به نام کوزیتک و حالا میخوام اینو به الگوریتم شادی 256 تبدیلش کنم. چجوری؟ می‌نویسم hashLib.sha256 خب میگم که من مقدار و متغیر آ رو میخوام حالا هر چیزی هستش رو تبدیل کنم به الگوریتم شادی 256. اینو اجراش میکنم و ارور میده. بعدم ارور میده میگه که بعد این کد شده باشه. پس من میگم اوکی دات این کد و بعد اینکه این کد کردیم باید اونو تبدیلش کنیم به hex digest.
حالا این چیه؟ این میاد خروجی رو بهتون به صورت استرینگ نشون میده و الان اگه من اینو اجراش کنم واسه من SHA-256 یعنی الگوریتمی که بیت کوین میاد واسه ماین کردن استفاده میکنه رو به من نشون میده و من اومدم کوزیتک رو تبدیلش کردم به SHA-256 یعنی این میشه کوزیتک. اوکی. این یعنی کلیت کاریه که SHA-256 میکنه، بهتون یه خروجی میده. اینجوری نیست که قراره یه سری چیزای عجیب غریب شما ببینید، نه. پس ورودی ما چیه توی زمانی که بخوایم یه بلاکی رو ماین کنیم؟ مثلا میگیم ماینر، گفتم بهتون شامل چه چیزهایی میشه. اینو دونت اینجوری بنویسم. برای اینکه بخوایم ورودیمون رو بدیم به SHA-256 باید اینا رو داشته باشیم. یکی بلاک نامبره، یکی ترانزکشنز، پریویس هش و در نهایت دیفیکالتی. این ترکیب اینها رو میدیم به SHA-256 و یه هش جدید میده و اگه یادتون باشه بهتون گفتم یه سری دیتا رو با هم داره باشون یه سری محاسبات انجام میده. این دیتا هموناست. خب اینو برم بالا تا تمیز باشه کارمون. حتی اینا رو پاک میکنم، نیازی نداریم بهش. پس میام یه دونه چی میسازم، مثلا یه دونه فانکشن اسمشو میذارم ماین بیت کوین و داخلش یه سری دیتا نیاز دارم انجام بدم. البته من اینو الان پس میکنم و میخوام یه چیز کلی بهتون نشون بدم تا متوجه بشین که این فانکشن قراره چیکار کنه. گفتم ترکیب یه سری چیزا دیگه. خب مثلا من میگم که هش من اینه. اوکی، ممکنه اینا همشون حدسی ها، یعنی فقط میخوام برای اینکه درکش کنیم چیه دقیقاً. اولی بود بلاک نامبر، دومی بودش تعداد مثلا ترانزکشن ها و بعدی بودش که هش قبلی. حتی اینو بلاک نامبر مثلا میتونم بزنم 4000 مثلا خورده ای فلان. پریویس هش هم باید اینجوری باشه دیگه، یعنی همچین چیزایی. و علاوه نانس که بهتون میگم چیه. نانس هم یه عدد رندوم، مثلا 1 2 3 هر چی تا هر عددی. خب حالا بهش میگم که واسه من پرینت کن هش لیب، اشتباه شد، SHA-256 هش رو و دوباره بعد همون کار انجام بدیم، این کد کنیم و در نهایت هم به دایجست تبدیلش کنیم. خب اگه من اینو پرینتش کنم متوجه شدین اون دقیقاً همون قبلی بود. فقط می‌خواستم بهتون بگم که قرار این کارو ما انجام بدیم، این دیتا ها رو بگیریم و در نهایت با همین کد ساده بتونیم یه بیت کوین رو ماین کنیم، یعنی پروسه‌شو انجام بدیم، ببینیم که دقیقاً سیستمش چجوریه. پس باید ما اینجا یه بلاک نامبر بگیریم، یه ترانزکشنز بگیریم، پریویس هش و در نهایت دیفیکالتی. میایم این کار رو چیکار میکنیم؟ انجام بدیم توی حالا فانکشن. یادتون باشه گفتم ما نانس داریم که یه عدد رندومه که به همون واسطه باعث میشه ما هش نهایی رو به دست بیاریم. دیفیکالتی هم چیزیه که تعداد صفرها رو مشخص میکنه. الان بهتون میگم مثلا صفر چرا. میریم توی سایت بلاک چین، واردش میشیم و اینجا بلاک های بیت کوین رو به ما نشون میده. یه قسمت داره اکسپلورر و میزنیم، میریم پایینتر اینجا داره لیتست بلاکس و ویو آل رو میزنیم. اینها یه بلاکی ان که توسط ماینر انجام داده شده. خب اگه واردش بشیم میبینیم که به این صفرها، حالا برای اینکه راحت بخوایم متوجه بشیم میگیم دیفیکالتی، یعنی سختی شبکه چقدر بوده. هرچی این صفر، حالا دلیلش اینها، یعنی الان اینو بعد متوجه بشین، هرچی تعداد صفرها بیشتر باشه سختی شبکه بیشتر میشه. یعنی هرچی این صفرها کمتر باشه خب ما خیلی راحت‌تر میتونیم اون هش رو به دست بیاریم و بتونیم یه بیت کوین رو ماین کنیم. ولی خب چون این زمان هی داره میگذره باعث میشه که شبکه سخت‌تر بشه، چون ماینرها داره بیشتر میشه و تلاش برای به دست آوردن اون بیت کوین داره بیشتر میشه. پس شبکه هم سخت‌تر میشه. میگه که خب همین سادگی نمیتونی تو اون بیت کوین رو به دست بیاری. هشی که بیت کوین، شبکه بلاک چین بیت کوین هستش، یعنی شروعش با چیه؟ با صفره. بذارید من الان اینجا بهتون نشون بدم. این اولین بلاکیه که توسط سازنده بیت کوین ساخته شده. اگه نگاه کنید میبینید 1 2 3 3 4 5 6 7 8 تا صفر داشته که سال 2009 هم به وجود اومده. پس هش هایی که به صورت الگوریتم SHA-256 تولید میشن و مربوط میشن به بلاک چین بیت کوین باید اولشون صفر داشته باشه که هرچی این صفرها بیشتر بشه پیدا کردنشون با عدد نانس سخت‌تره. بهتونم گفتم زمانی که ما این دیتا ها رو داریم، ما بلاک نامبر رو داریم، ترانزکشن رو داریم، پریویس هش هم داریم، دیفیکالتی رو داریم و به علاوه نانس که با نانس جمع میشه و باعث میشه یه هش جدید به وجود بیاد. این از این، امیدوارم متوجه شده باشین. پس اینو فقط بدونین که هش بیت کوین باید اولش صفر باشه. حالا اولین
اولین هشی که به وجود اومده 8 تا 0 بوده، ولی الان آخرین بلاکی که توسط یه ماینر استفاده شده ببین چند تا 0 داره. 1 2 3 4 5 6 7 8 نمیشه 2 شد 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 19 تا 0 داره و این یعنی واجه خیلی زمان میبره. فکر کنم در حال حاضر هر 10 دقیقه یا 15 دقیقه نمیدونم بین همین احداث که باعث میشه یه دونه بلاک حل بشه و بره بلاک بعدی. پس دیفیکالتی یعنی همون صفر، تعداد صفرها. و اگه من اجازم 8 یعنی من 8 تا 0 میخوام توی خروجی 8 که من دارم باید 8 تا 0 اولش باشه. حالا این چجوریه؟ من یه نانس دادم بهش میگم حالا یه دونه بساز به نام مثلا راتکس، یعنی اون ترکیب تمام اون ورودی ها برای به وجود آوردن هش جدید. بلاک نامبر به علاوه ترانزکشنز به علاوه پریویس هش دیفیکالتی. البته شما گفتم اینجا باید بنویسیم نانس. خب تمام اینا میره توی این باید str باشه یعنی استرینگ باشه، previous هش که استرینگ، ترانزکشن هم همینطور، بلاک نامبر هم باید استرینگ باشه. و مرحله بعدی ما الان تونستیم اون دیتایی که نیاز داریم برای اینکه یه هش جدید وجود بیاریم و بسازیم. خب حالا میگیم مثلا نیو هش یا مثلا آره همین رو میتونیم بگیم چیزی نمیشه نیو هش هش کن هش لیب و به واسطه شاد 256 واسه من راتکس رو یعنی این عملیات هش رو بیا روی راتکس انجام بده. خب در نهایت هم میگم پرینت کن واسه من، حتی ریترن بنویسم که خارج بشه تمام بشه برنامه. واسه من ریترن کن نیو هش رو. من اسم اینو میذارم فایند هش که بهتر باشه، یعنی اون هشیه که پیدا شده و تولید شده. اینو کامنتش میکنم فعلا و میگم واسه من ماین بیت کوین رو اجراش کنیم ببینیم چی میده. خب میگه که یه چیزی کم داره این وسط. اشتباهی که بودش این بود که من اصلا باید بهش ورودی بدم، ندادم ورودی. همون مثلا نیو هش مساویه با این. خب بلاک نامبر مثلا میگم 80 بوده، ترانزکشنزش هم بوده مثلا 43 یا همچین چیزایی و پریویس هشش مثلا بوده یه چیز رندومی داره و دیفیکالتیش هم مثلا بوده 2. خب میگه که این باید همون این کد و اینا باشه، پس میگیم انجامش میدیم اینجا. خب الان اگه ما اینو خروجی بگیریم به ما هیچی نشون نمیده چون که من ریترن کردم باید پرینتش هم بکنم. پس میگم پرینت کن واسه من نیو هش رو. اینو هم میزنم و میبینیم که یه هش جدیده که واسه همون تولید کرده. به چه واسطه‌ای؟ دقیقاً همون ورودی‌هایی که نیاز داشت، بلاک نامبر، ترانزکشنز، هش قبلی و دیفیکالتیش. و حالا اینا رو واسه من میگیره، یعنی من اومدم اینو دادم بهش، اینو هم دادم، اینو هم دادم، نانس هم بهش اینجا دادم. خب توی فانکشن میاد ورودی ها رو اینجا قرار میده توی راتکس، تبدیلش میکنه و من نشون میده. خب اینجا هشی که داریم با 87 شروع شده، میتونیم با چی تغییرش بدیم؟ هر مقداری که داخل راتکس تغییر کنه این هش هم تغییر میکنه، ولی چیزی که قراره خیلی تغییر داشته باشه نانسه و قطعا ترانزکشن و پریویس هش و بلاک نامبر تغییر نمیکنه دیگه چون چیز مشخصی. پس چیزی که تغییر میکنه نانسه. مثلا من اینو میذارم 10 دوره اینو خروجی میگیرم و آره یه چیز جدید میده. حالا چیزی که ما نیاز داریم این هش نیستش، این هش اصلا ربطی به بیت کوین نداره. چیزی که ما نیاز داریم اینه باید با صفر شروع بشه. حالا این چون خیلی زمان میبره من میرم روی همون اولی ببینم چند تا داره. 1 3 4 5 8 تا داشتش. خب حالا من چیکار کنم؟ چجوری میتونم یه دونه نانس پیدا کنم که ترکیبش با اونا بتونه به من مثلا 5 تا اولش صفر باشه؟ خب نمیتونم که هر سری اینها رو هی تست کنم. پس چیکار میکنم؟ حتی اینو پاکش کنم، این 90 اینجا باشه. و خب یه راهی که باید انجام بدیم اینه که یه فور بسازیم و بیایم از اون فوره هی نانس رو تغییر بدیم و بررسی کنیم که آیا با عدد مثلا با نانس 750 یه هشی به وجود میاد که اولش صفر باشه یا نه. و این باید همین کار انجام بدیم به خاطر اینکه بتونیم اون هش رو پیدا کنیم. پس باید از حلقه فور استفاده کنیم، میگیم فور نانس این رنج، بهش یه رنجی میدیم. حالا فعلا تستیه و میتونیم اینجا مثلا بگیم که نامبر رنج مساویه با مثلا یه همچین عددی، نمیدونم چیه، چقدر خونده میشه مقدارش و میگم اینجوری. این میاد عدد نانس رو
یعنی از صفر شروع میشه دیگه، پس ما باید اینو پاکش کنیم. اینم بگم نامبر رنج یعنی حد اکثر نانس، یعنی حد اکثر عددی که به وجود میاد. حالا اینو من فکر کنم نگفتم الان بهتون میگم نانس یعنی چی، اصلا نانس چیه. نانس یه عددیه که توسط همون بلاک چین به وجود اومده و یه عدد رندومیه که اصلا تا حالا به وجود نیومده و فقط ازش یه دونه وجود داره که گفتم به صورت رندوم به وجود میاد، ماینر اونو میگیره و محاسبات رو انجام میده روش. این از نانس. خب میگم که اینها رو میاریم توی فورمون، میگیم این کار رو انجام بده و بنویس اگر راتکس من .start with اگه یادتون باشه گفتم هش من با چی شروع میشه؟ با صفر. پس میگم باش صفر ضرب داره مثلا دیفیکالتی که اینجا بهتون گفتم نیاز داریم، دیفیکالتی مثلا چند تا صفر باشه؟ 4 تا صفر باشه. باز این احتمالاً براتون سواله، من الان بهتون میگم دقیقاً چی میشه. میام توی قسمت کنسول و مینویسم اول تست بکنیم ببینیم درسته همه چی. خب کم بیارمش بالا. این چیکار میکنه؟ .start with اصلا چیه؟ فرض کنین ما یه متغیر داریم مثلا اسمش باشه کوزیتک، دوباره کوزیتک و این ای منه و چیزی که داخلش وجود داره. حالا start with میگه که بررسی کن ببین با استرینگ من با چی داره شروع میشه، آیا مثلا با اون چیزی که من دارم میگم شروع میشه؟ بهش میگم a.starts with آیا شروعش با C آیا شروعش با A. خب به نظرتون این چی برمیگردونه؟ برگردوندن این خب فالس و ترو قطعا و بهش گفتم که آیه من با C داره شروع میشه، خب میگه آره داره با C شروع میشه. ولی اگه همینو من بگم با D به من فالس میگه. چرا؟ چون متغیر یا همون استرینگ هم با D شروع نشده. اگه من اینجا بنویسم کوزی حتی بازم به من ترو نشون میده چون شروعش با کوزیه، یعنی از میاد از اولین کاراکترها شروع میکنه. حالا بستگی داره تا جایی که شما بتونید درست بنویسین. اگه من اینو بکنم کوزی تک اینجوری به من فالس میده چون این چیزی نیستش، داخلش نداره، با شروعش اینجوری نبوده. پس این میشه استارت فیت. خب ما دنبال چی بودیم؟ ما دنبال هشی بودیم که 4 تا صفر داشته باشه اولش، مثلا 4 تا صفر. خب دوباره میگم این کارو رو انجام بده و واسه من برش گردون. اگه پیدا کردی واسه من پرینت کن که we found a block hash نیو بلاک هش. بعد واسه من برش گردون. اگه من اینو رانش کنم کمکی زمان میبره تا بتونه اون هشی که برمیگرده به سیستم بلاک چین بیت کوین واسه من پیدا کنه. خب من اینو ازش کوچیک‌تر میکنم چون خیلی سخت میشه. میگم 2. یه چیزی رو فراموش کردم اینه که شما به جای اینکه دستی اینجا وارد کنید خب اینجا دیفیکالتی رو بزنید خیلی بهتره و دوباره بریم اجراش کنیم. شاید باورتون نشه ولی من اینجا یه سوتی داشتم، یعنی این بود که نباید اینو من اینجا بنویسم، متاسفانه باید توی فور بنویسم و الان داره درست کار میکنه. خب این حواستون باشه زمان که داریم فور رو مینویسیم باید اون دیتایی که ساختیم و بعد روش بریم یه سری SHA-256 رو انجام بدیم و حواستون باشه توی فور بنویسین. من حواسم نبود توی ایف نوشته بودم واسه این برنامه اصلا چیزی به من نمیداد. اگه اینو الان اجراش کنم دیگه باید در نهایت به من اون هش رو بده. اینجا راتکس نباید باشه، باید فایند هش رو بنویسین تا درست بشه. خب من اجراش کردم و میبینیم که واسه من یه هشی پیدا کرده با 2 تا صفر که با 2 تا صفر شروع میشه و دلیلش همینه. یعنی اینجا گفتم اگه هشی که ساختی با صفر ضرب داره دیفیکالتی یعنی 2 تا صفر و این چیزیه که پایتون ازش پیروی میکنه. یعنی بازم بهتون بذارین توضیح بدم. میگم که CLS چرا زدم؟ کلیر هم نداره. حالا فکرم CMDه. اون چیکار میکنه؟ دیفیکالتی که نه این قسمت. آره میگم واسه من پرینت کن صفر رو. خب میاد پرینت صفر رو پرینت میکنه. حالا اگه مثلا ضرب داره 4 واسه من 4 تا صفر پرینت میکنه. این از این. خب حالا میخوام مثلا سخت‌ترش کنم بگم هشی که به من میدی 4 تا صفر وجود داشته باشه اولش، اجراش میکنم و تونست پیدا کنه یه هشی که 4 تا صفر داره. حالا اگه من بخوام اینو مثلا بکنمش 8 یعنی اولین عدد 8 اولین هشی که به وجود اومده 8 تا صفر داشته، ببینیم چقدر زمان میبره. 2000 years later. و یه چیزی هم بهتون بگم این که به خاطر اون نامبر رنجی که من دادم حتی ممکنه پیدا نشه چون اون نامبر رنج ممکنه طولانی تر از این باشه. من هنوز میتونستم بیشترش بکنم و ببینید که هنوز پیداش نکرده اون هشی که مربوط میشه به حتی اولین بلاک بیت کوین، پس اونقدر هم آسون نیستش. خب مرحله بعدی چیه؟
بذارید من اینو 4ش کنم، اجراش کنم و یه چیزی رو بهتون بگم. ببینیم بهمون گفته که یه بلاک جدید پیدا کرده و چجوری. الان بهتون میگم اینو برای اینکه متوجه بشین چی شد. دوباره میگم واسه من پرینت کن #lib.sha256 یه همچین چیزی ترکیبشون با هم دیگه، یعنی 80 به علاوه 43 به علاوه این بنده خدا و در نهایت دیفیکالتی رو هم دیفیکالتی نمیخوایم، یه نانسی ما اینجا میخوایم. درسته؟ مثلا میگیم که 5. خب اینو باید تبدیلش کنم دات این کد و هیزا. من اینها رو باید پاک کنم متاسفانه. یه همچین چیزی. اولی چیزیه که من اینو نوشتم. درسته؟ خب حالا چجوری میتونم اون 8 که انگار 4 تا 0 داره رو پیدا کنم؟ بعد اینجا بهش بگم که به من بگو خب با چه نانسی تونستی تو این 8 رو بسازی. میگیم وید نانس. حالا اگه من اجراش کنم من میگه که با 16221. خب کافیه من به جای این عدد 5 اینو بذارم. دیدیم که ما تونستیم اون 8 مورد نظر SHA-256 که نیاز داریم رو به واسطه نانسی که باعث میشه 4 تا 0 اول 8 قرار بگیره رو پیدا کنیم که اون بودش 16221. این اولین 8یه که میتونه پیدا بشه و میخواستم بهتون بگم که چجوری بوده. این از این. کلیتش رو انجام دادیم. حالا برای اینکه بفهمیم چقدر زمان میبره میتونیم از تایم استفاده کنیم. ایمپورت کن تایم رو و این قسمت میگیم که print کن start mining و تایم. میگیم یه چیزی به نام مثلا شروع باشه که اسمش میتونیم بگیم بذاریم نمیدونم time.start ببخشید. اینو هم کامنت میکنم نیازی ندارم بهش. و زمانی که یه هش جدید پرینت شد میخوایم ببینیم که چقدر زمان برده. این قسمت می‌نویسیم مثلا full time مساویه با str time.timeمون منهای begin، یعنی همون چیزی که شروع شده. بعد میگم واسه من پرینت کن full time رو واسه از f string میگیم که زمانی که برای ماین کردن بیت کوین صرف شد مثلا بگو full time. خب تستش کنیم. اینجا اشتباه تایپی داریم. خب میگه که ما اینو شروع کرده و یه هش پیدا کرده که تونسته محاسبات بیت کوین رو انجام بده شبکه‌ش رو و اون زمانی که صرف شده واسه پیدا کردنش انقدر بوده. و الان اگه من بخوام اینو بکنمش مثلا 5 ببینیم چه فرقی میکنه. تفاوتش رو حس کردین؟ 1.5 ثانیه به خاطر یه دونه صفر اضافه طول کشید. حالا حساب کنین اون هشایی که الان توی سال 2021 داره پیدا میشه و محاسبه میشه 21.19 تا صفر داره دیگه. حساب کنین خودتون چقدر زمان میبره. یعنی الان اگه من اینو با 6 تا صفر بخوام یه هشی پیدا کنم 6 تا صفر داشته باشه باید چقدر زمان ببره. کمی صبر میکنیم و میبینیم که هنوز درگیره. هنوز پیدا نکرده تا موقع برم واسهتون یه سری دیتای خوب نشون بدم تا متوجه بشید. اینجا بهتون نشون دادم و توی قسمت سایت blockchain.com که برین یه قسمت داره واسه بلاک‌های بیت کوین. اگه ویو آل رو بزنین بلاکایی رو نشون میده که ماین شده، یعنی بلاکایی نشون میده که هششون حساب شده و دوباره یه بلاک جدید ایجاد شده. مثلا این آخرین بلاکه و میبینیم که 69000 حتی نه 696712 تا بلاک تا الان واسه بیت کوین تولید شده و هشش اینه که بلاک بعدی از این هش استفاده میکنه و یه سری دیتای دیگهش. دیفیکالتی رو یادتونه بهتون گفتم، دیفیکالتیشو ببینین اینه، یعنی فاجعه. خب میبینیم که واسه ما پیدا کرد. من الان چون صدای فن لپتاپم کم شد فهمیدم که الان این پروسش تموم شده. 71 ثانیه تقریبا 1 دقیقه بیشتر طول کشیده و تونسته اون هشی رو پیدا کنه که چند تا صفر بهش گفتم 6 تا صفر داشته باشه و با دیفیکالتی 6. شما اینو فکر کنید اگه قرار باشه من یه دیفیکالتی اینجوری بهش بدم چقدر زمان ببره. این از این. و این نانسی که بهتون گفتم اینجاست، یه عددیه که به وجود اومده، تکراری هم نیست. ماینر اونو میگیره توی بلاکش تلاش میکنه برای حل کردنش و ترانزکشنز هم باید اینجا باشه. اینجا number of transactions میشه 2000 تا تراکنش توی این بلاکه بوده. این از این. امیدوارم که تونسته باشیم یه بیت کوینی ماین کرده باشیم
ولی نکته نهایی چیه؟ اینه که ما بهتون آموزش دادیم که سیستم و الگوریتم بیت کوین دقیقاً چجوریه، یعنی ماینرها دارن چیکار میکنن که بیت کوین میگیرن و کلیتش با زبون پایتون اینطوریه و همین. شاید بگین چه عجیب، ولی خب در کل همینه، فقط مقداراش همون دیگه. دیدین دیگه چقدر زیاد بود، مثلا این اصلا یه عدد خیلی زیادی بودش و فاجعه میشد. و این قدرت ماینره که میتونه این پردازش سنگین رو انجام بده و هی تلاش کنه برای پیدا کردن یه هشی که با 19 تا صفر شروع شده باشه. و موضوعی که پیش میاد اینه که خب اوکی ما این کد رو نوشتیم، حالا چجوری بیت کوین ماین کنیم؟ واقعا گفتم این آموزش جوریه که داره به شما اکوسیستم و کلا بیس ماین کردن بیت کوین توسط بلاک چین توسط ماینر رو بهتون میگه و دقیقاً همینه. خب حالا برای اینکه ما بتونیم واقعا بیت کوین رو ماین کنیم نیاز به یه سری سخت افزار داریم. خب حتما ماینره که باز اون ماینر یه سری بوردا داره و باز نیاز به شبکه هستش، نیاز به کیف پول داریم، اینا همش هستش و اینجوری نیستش که خیلی راحت بشه با همین قطعه کد بخوای انجامش بدی. نه، پس یه جورای جنبه اینو داره که ما یه سری دیتای باحال یاد بگیریم از پایتون و بتونیم متوجه بشیم که دقیقاً داره چی میگذره توی بیت کوین و بلاک چینش و بلاک هایی که داره. خب این آموزش تموم شد، امیدوارم که متوجه شده باشین تا اینجا. اگه هر سوالی داشتین حتما، میدونم چون سوال داریم واسه این آموزش، چون به کمکی ممکنه واسهتون سخت باشه، هر سوالی داشتین توی کامنت ها بذارین، من بهتون توضیح میدم. و مرسی که تا اینجا اومدین، ممنون ازتون. لطفاً لایک یادتون نره. اگه خوشتون اومده از ویدیو و تونستین یه سری چیزای جدید یاد بگیرین لطفاً لایک کنین. اگه هم خوشتون نیومده و اصلا حال نکردین میتونین دیسلایک کنین. بالاخره باید آدم اینها رو بپذیره. و تا یه ویدیوی بعدی دیگه، خداحافظ. امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه.